رقص جالب زهرا الهام در جشن نامزدیش. زهرا الهام با کی نامزد شده است و افشای حقایق باور نکردنی زهرا الهام و جمال مبارز و رازهای عاشقی این دو جوان. جمال مبارز در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند موفق، نامآشنا، محبوب و هنرمند جوان کشور است که این روزها نامش در میان هنرمندان جوان و تازه کار کشور گل کرده است. زهرا الهام از سن طفولیت علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشته است و در کویته پاکستان بزرگ شده است. در سن نوجوانی با علاقه فراوانی که داشت و هنر موسیقی وی به افغانستان برگشت و در برنامه رقابتی ستاره افغان اشتراک کرد و توانست اولین دختر خانمی باشد که مقام اول این پروسه رقابتی را از آن خود کرد. زهرا الهام بعد از ختم پروسه ستاره افغان چندین آهنگ هزارگی، دری، پشتو ثبت کرد که مورد حمایت علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفت. زهرا الهام اکنون با یک برادرش در کشور استرالیا زندگی می کند و متبقی خانواده‌اش در کشور ایران است. زهرا الهام در کشور استرالیا اندک قبل به کارهای هنری خود ادامه داده است و این روزها خبرهای در صفحات مجازی درز کرده است که زهرا الهام با جمال مبارز رابطه عاشقانه‌ای دارد. این همه در حالی است که جمال مبارز در کشور استرالیا زندگی می کند و ای در افغانستان ازدواج کرده بود ولی همسرش خودکشی کرده است. ولی حقیقت این ماجرا توسط زهرا الهام و جمال مبارز تا کنون به گونه واضح بیان نشده است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.